عزیز من، زندگی بدون روزای بد نمیشه. بدون روزای اشک و درد و خشم و غم نمیشه. اما بدون روزای بد مثل برگای پاییزیه. باور کن که خیلی سری میریزه و زیر پاهای تو اگه بخوای استخونا میشکنن. سرتو بالا بگیر رفیق. از چی شرمنده ای؟ از اینکه نشد، از اینکه شکست خوردی، از اینکه نتونستی. اون چیزی رو میخوای که توی کودکی، توی باورهای خودت، وقتی که بچه بودی و رویا پردازی میکردی بهش برسی. ولش کن رفیق. اون شهر قصه ها بود و اینجا دنیای واقعیه. تو دنیای واقعی ممکنه خیلی چیزا به واقعیت تبدیل نشه. ولی یه چیزی رو بهت میگم و باید یادت بمونه و اونم اینه که دقیقاً توی همین مسیر واقعی تو میتونی کارهایی رو بکنی که هیچ کس، تکرار میکنم، هیچ کس ممکنه باور نداشته باشدش. هر چیزی که سر راهت قرار بگیره باید آماده باشی، مبارزه رو بپذیری و ازش عبور کنی. راحت و آسوده نیست، مطمئناً آسوده نیست. اگه چیزی رو دلت سنگینی میکنه بندازش بیرون. تا وقتی که نفس میکشی تو هنوز زنده‌ای. تا وقتی که قلبت خون رو به گردش میاره تو هنوز نمردی رفیق. هنوز روی تابوتت گلبارو نشده. مطمئن شو هر نفسی که میکشی برای هدفی باشه که براش به دنیا آمدی. وقت این رسیده که بفهمی اگه چیزی از زندگیت میخوای باید براش تلاش بکنی. و چقدر میتونی تو این راه فداکاری بکنی ها؟ چقدر؟ برای درد کشیدن آماده ای؟ برای سختی کشیدنش آماده ای؟ چون اگه همچین آدمی نیستی خیالتو راحت کنم، برو بشین سر جایی که هستی و جلو نیا، همونجا بمون، چون واقعا اذیت میشی. ولی اگه براش حاضری و میدونی ارزشش چقدره، این گویا این میدان شروع کن. همین. فرق بین استعداد و نبوغو میدونی رفیق؟ استعداد یعنی زدن تیری به نشونه‌ای که هر کسی نمیتونه بزنتش، ولی نبوغ یعنی زدن به هدفی که بقیه نمیتونن ببیننش. همه ما از بچگی کلی آرزو داشتیم، کلی رویا پردازی داشتیم و کلی تخیلات بزرگ توی ذهنمون که میخواستیم به اونا برسیم. میگفتیم وقتی 20 سالمون بشه، 25 سالمون بشه، یه زندگی رویایی خواهیم داشت، یه زندگی فوق‌العاده. ولی ممکنه خیلی از شما حتی الان 30 سالتون باشه و ذره‌ای، حتی ذره‌ای نزدیک به اون چیزی که توی بچگی رویا پردازی میکردی بهش نرسیده باشی. میدونی چیه رفیق؟ میدونی علتش چیه؟ علتش اینه براش زمان تعیین کردی. نخواستی جاری باشی، خواستی بگی اگه تا این مقطع رسیدم و به آرزوهام رسیدم دیگه تمومه. و خبر بد این که وقتی برای دنیا و وقتی برای کائنات زمان تعیین میکنی، کائنات زمانو نمیفهمه. تو کائنات چیزی به نام زمان معنی نداره رفیق. اینو آلبرت اینشتین گفته. هممون میدونیم که زمان یه چیز نسبیه. و خبر بدترش این که توی بچگی وقتی که برای آرزوات رویا پردازی میکردی و براش زمان تعیین میکردی که توی 20 سالگی، 25 سالگی، 30 سالگی و فلان سال قراره به آرزوام برسم، از ته دل اینو نمیخواستی. ممکنه الان حالت خوب نباشه، ممکنه الان افسرده شده باشی، ممکنه به خاطر اینکه هر قدمی که برمیداری به جای اینکه با موفقیت روبرو بشی، به جای اینکه هر لحظه نتیجت بهتر بشه، بهتر زندگی بکنی، بهتر خودتو بفهمی، بهتر خودتو بشناسی، روز به روز داری به سمت عقب حرکت میکنی و روز به روز داری ناامیدتر میشی. میفهممت رفیق. هممون چنین روزایی رو داشتیم. پس ازت میخوام سرتو بالا بگیری. امروز با یه سری حرفا کنارتم که مطمئنم بعد گوش دادنت اون آدم سابق نمیشی. من سیدپور هستم و به یه بمب انگیزشی جدید خوش اومدی. مردم همیشه میگن که ثروتمند شدن سخته، متمرکز بودن سخته، تلاش کردن برای آرزوهات با وجود اینکه پیشرفتی رو نبینی سخته. از من میپرسن چجوری داری این حرفا رو میزنی؟ چجوری این همه با انگیزه میمونی؟ چجوری این حرفایی که شاید خیلی شعار باشه رو توی زندگیت داری اجرا میکنی؟ آره سخت رفیق، سخت با انگیزه بمونی، اما سخت‌تر اینه که شکست بخوری، افسرده بشی و اینکه تحت کنترل اضطرابات باشی، ترسات برات تعیین تکلیف بکنن، نه اینکه توی زندگیت آزاد باشی. اینکه تو زندگی هیچ نظمی نداشته باشی، اینکه خودتو باور نداشته باشی. ثروتمند شدن سخته آره. اگه حس میکنی ثروتمند شدن سخته، اگه حس میکنی موفق شدن سخته، فقیر بودن رو امتحان کن. یا پاشو همین الان براش یه کاری بکن، یا بشین و اجازه بده که زندگی تو رو زمین بزنه. سرتو بالا بگیر. ما به این دنیا نیومدیم که بشینیم و گریه کنیم. ما به این دنیا نیومدیم که حسرت آرزوهای دیگر رو بخوریم. آره رفیق، تمرین کردن سخته، پشتکار سخته، درونگرا بودن سخته، برونگرا بودن هم سخته. مجردی ممکنه دشوار باشه، ازدواج هم ممکنه دشوار باشه، بزرگ کردن بچه‌ها به تنهایی ممکنه خیلی سخت باشه، زود بیدار شدن از خواب سخته. همه اینا سخته، همه اینا جرأت میخواد. اما ما آدما منطقمون 2 تا 4 تاست. یه کاریو میکنیم و به ازاش نتیجه‌ای میخوایم. چرا داری این کارا رو میکنی؟ چرا داری این سختی‌های لعنتی رو تحمل میکنی؟ چرا داری هر روز از خوابت، از آرزوهات، از تفریحاتت میزنی تا به اون چیزی برسی که الان لیاقتشو داری؟ و اینجاست که تو 2 تا انتخاب داری: درد از دست دادن پاداشت یا درد پشیمونی. اگه الان انجامش نمیدی چون میترسی که اشتباه بکنی، باید بهت بگم که بعداً پشیمونی 100 برابر این دردناکتره. انتخاب با خودته. تصمیمتو بگیر، ولی یادت باشه تو این مسیر تنها نیستی. تو این مسیر
کلی درد پشتته، کلی خنجر که از پشت بهت فرو کردن. اهمیت نمیدم شرایط چیه رفیق، اهمیت نمیدم الان که داری این صدا رو گوش میدی حال دلت خوبه یا نه. من فقط به یه چیزی اهمیت میدم و اونم نتیجه است. به من درد پشتکارو بده، درد بخشش کسایی که سعی کردن منو پایین بکشن، درد رها کردن رو به من بده، درد رشد رو به من بده، درد کسب مهارت رو به من بده، درد استعدادهای جدید رو به من بده، درد مدیریت زمان، درد زود بیدار شدن. همه این دردا رو به من بده. من همه این دردا رو تحمل میکنم تا به پاداش لذت بعدش برسم. سرمو میگیرم بالا و قبول میکنم اشتباه کردم. سرمو میگیرم بالا و قبول میکنم که یک بار دیگه دوباره باید از نو زاده بشم. اینکه چه فشاری روت مهم نیست رفیق، اینکه چه جوری به اون فشار داری نگاه میکنی مهمه. برات یه مثال میزنم. دو تا برادر دوقلو در نظر بگیر که همه چیشون شبیه همه، دقیقاً عین همن، بدون اینکه هیچ تفاوتی داشته باشن. حتی قیافه‌هاشون هم کپی همه، احساساتشون، شرایط زندگیشون، همه چیشون عین همه. تو این دو تا برادر بردار و ببر توی آزمایشی. هر روز صبح برو اینا رو کتکشون بزن. یکیشونو هر روز صبح کتک بزن و بهش هیچ دلیلی نده برای اینکه چرا داره کتک میخوره. و دومی رو کتک بزن و بهش بگو که این کتک خوردنها فقط به خاطر اینه که قوی تر بشی تا 5 سال دیگه قهرمان المپیک بشی. رفیق 5 سال دیگه برادر اول یک انسان با افسردگی کامله، هدفی برای زندگیش نداره، نابود شده و هیچی دیگه براش مهم نیست. و برادر دوم احتمال خیلی زیاد قهرمان المپیکه. اینکه چه دردایی به زندگیت داره وارد میشه مهم نیست، مهم اینه که به اون دردای لعنتی چه جوری داری نگاه میکنی. رفیق میدونم موضوع داغه، به خاطر همون سری بهت میگم. ما توی رویاهای مقدس به موضوعات انگیزشی و سبک زندگی و کنجکاوی روزانه‌مون برای بهتر شدن زندگیمون پاسخ میدیم که تازگی‌ها توی سبک جدید ویدیوامون چالش‌های جدیدی هم اضافه کردیم. پس میتونی با ما همراه باشی که هر روز به یه سری از کنجکاوی روزانه زندگیمون پاسخ بدیم. و اگه دوست داشتی خیلی ممنون میشم که حمایت بکنی. لایک و کامنت شما برای ما خیلی با ارزش رفیق. بریم ادامه ویدیو. پس با من تکرار کن، من اونقدر قوی هستم که از هر مانعی عبور کنم. تنها کاری که برای نوشتن کتابت نیاز داری، تنها کاری که برای گرفتن یه مدرک 4 ساله نیاز داری، تنها کاری که برای موفق شدن تو رشته‌ای که می‌خوای نیاز داری، تنها کاری که نیاز داری تا یک خواننده، موسیقیدار، نوازنده، یک بیزینسمن، یک شومن، یک کمدین، نمیدونم چی، اصلا مهم نیست چیه. مهم اینه که تو هر کاری که می‌خوای انجام بدی ایمان داشته باشی. چیزی رو ببینی که بقیه نمیتونن ببینن، چیزی رو بشنوی که بقیه نمیتونن بشنون. تو فقط به اندازه زمانی که برای کارت میذاری چیزای جدیدی به دست میاری. چیزی نمونده تا جایزتو دریافت کنی رفیق. پس دست از کار نکش، سرتو بگیر بالا و قبول کن. هر چی که هستی رو قبول کن. وقتی که قبول میکنی رشد شروع میشه. هر روز کاری رو انجام بده که خیلی انجام نمیدن. چیزایی رو بخون که هیچ کس نمیخونه. به چیزایی فکر کن که هیچ کس بهشون فکر نمیکنه. تلاش کن که ذهنت با بقیه فرق داشته باشه. جرأت متفاوت بودن داشته باش. و اون موقعی که میبینی چقدر قوی هستی. عمیق‌ترین ترس ما این نیستش که به اندازه کافی خوب نیستیم. عمیق‌ترین ترس ما اینه که قدرت ما فراتر از حد تصوره. این نوره که ما رو میترسونه، نه تاریکی. ویدیویی که در انتها بهت پیشنهاد میکنم باعث شد که من تبدیل به کسی بشم که روزی 10 ساعت مطالعه داشته باشم و بتونم برای همیشه زندگیمو عوض بکنم. اگه دوست داشتی اونم نگاه کن. یه سبک جالب و جذابه و مطمئنم کلی خندت میگیره. حالتو خوب میکنه. بهت قول میدم. هر جای این دنیا که هستی بی نهایت خودت باش. من سید پور هستم و اینجا رسانه انگیزشی و لایف استایل رویاهای مقدس.